دوستای خوب مرشین سلام. امروز رسیدیم به یکی از مرحله‌های مهم ساخت ساختمان باغ. یه سری چوب تهیه کردیم و کنار آرماتورهای بسته شده کار گذاشتیم تا آماده بتون ریزی بشیم. اینجا دقت و نظم خیلی مهمه، چون هر سانتیمتر تراز یا زاویه اشتباه میتونه روی کل سازه تأثیر بذاره. قبل از کارگزاری چوب‌ها رو اندازه زدیم، برش دادیم و دقیقاً در محل خودشون محکم کردیم تا قالب‌ها کاملاً آماده بتون ریزی باشن. همه چیز مرحله به مرحله داره پیش میره تا پایه‌های ساختمان باغ مرشین حسابی محکم و اصولی ساخته بشه. اگه از دیدن روند ساخت و تغییرات باغ مرشین لذت میبری، حتما سابسکرایب کن تا قسمت‌های بعدی رو از دست ندی.